سلام، دکتر فلاور هستم. در این ویدیو از بیانات پروفسور دانش درباره سطحی دیگر از سطوح عطر استفاده می‌کنیم و می‌پردازیم به آخرین سطح ناسوتی عطر که مربوط به روح القوه است. دعوت می‌کنم این ویدیو فوق‌العاده رو با هم تماشا کنیم. سپاس که با ما همراه هستید. عطرهای سطح سوم عطرهایی هستند که مربوط به روح القوه هستند. روح القوه نیروی جنگندگی است که خشم و واکنش مربوط به این روحه. یک درخت روح الشهوه داره، یعنی دائما داره ریشه های خودشو میفرسته و داره رشد میکنه، ولی اگر شما بهش حمله بکنید نمیتونه از خودش دفاع بکنه. اما یک یوز پلنگ این گونه نیست و از خودش دفاع میکنه. اون روحی که اون رو وادار به واکنش میکنه ما به اون میگیم روح القوه یا روح جنگندگی، روح مبارزه و مبارزه طلبی و اون تخاصم. حالا تخاصم در همه ابعادش، نه فقط مواجه شدن و جنگیدن. با توجه به اینکه بوی بدن هر فردی با فرد دیگه متفاوته، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که بوی بدن اشخاص میتواند نکاتی رو در مورد شخصیت و رابطه عاطفی اونها بگوید. با توجه به اینکه بینی ما اونقدر قوی و حساس نیست تا بتواند بوی بدن یک شخص را از شخص دیگر تشخیص بده، ولی باز هم اثر بوی بدن میتواند در روابط عاطفی بین اشخاص تاثیرگذار باشه. یه فرایندی رو متخصصین ژنتیک پیدا کردن و اینی که بویی که افراد از خودشون ساطع میکنن برای یک نوع ژن MHC مؤثره. این ژن به ژن سازگاری بافتی ماژور موسوم هست و تأثیر جذبی ایجاد میکنه. بعضی وقتا میبینید که اینها متضاد همدیگه هستن، یعنی بوها متضاد روایح متضاد همدیگه هستن ولی جذبی میشن، که علت این که بعضی از افراد جذب میشن که شما اصلا فکرشو نمی کنید، هیچ تجانسی با هم ندارن، بخشیش مرتبط به همین داستان هست که حالا به صورت تصادفی این اتفاق میفته و در این حوزه. البته ناگفته نماند که شیرها قلمرو به خودشون رو با همین مشخص میکنن، یوز پلنگ ها قلمرو به خودشون رو با همین مشخص میکنن و حوزه قلمرویی ارتباط عجیبی داره با بوهایی که حیوانات از خودشون متساعد میکنن و این رو به بدنه درختها و به نقاط مختلف آغشته میکنن و به این ترتیب کد خودشون رو در اون محل تثبیت میکنن که قلمرو به ما این محدود است و اطلاع رسانی خودشون از طریق بو انجام میدن در عالم حیوانات. این سه سطحی که گفتیم سطوحی هستن که زمینی هستن و به اصطلاح ناسوتی هستند، خاکی هستند. از اینجا به بعد مباحث اونقدر ظریف میشه که بزرگترین حکما و فلاسفه در اینجا یا ورود نکردن یا اگر هم ورود کردن در حد اشاره‌ای بوده، چون مسائل خیلی دقیق میشه و بعضا هم با باورهای دینی یک ارتباط نزدیکی برقرار میکنه. اما ما تعمدی نداریم برای این مسئله، مجبوریم که وارد بخشی از باورهای دینی اجتماعات بشیم تا بتونیم این بخش‌ها رو توجیه بکنیم.